مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله، ميامين عمالقة عظام، بدين محمد بالغ المعالي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. متفق عليه، أو كما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و علاقمندان برنامه الگوهای هدایت، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. موضوع برنامه شناخت صحابه هست. در برنامه‌های گذشته ارتباط به اوصاف صحابه و شناخت صحابه و جایگاه و مقام صحابه از دیدگاه قرآن به طور خلاصه و فشرده بیان شد. آیات زیادی در قرآن هست که ما نمونتاً چند آیه را به خاطر آشنایی دوستان که فقط سرمشقی بشه و باعث انگیزه و تحرکی بشه که حرکت بکنن و قرآن را بردارن و صحابه از لابلای قرآن بشناسن و آشنا بشن. آیه مبارکه و کذالک جعلناکم امة وسطا، آیه کنتم خیر امة اخرجت للناس، آیه مبارکه لقد تاب الله علی النبی والمهاجرین والانصار، آیه قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، آیه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، آیه مبارکه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، آیه مبارکه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، آیه مبارکه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، آیه مبارکه الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، آیه مبارکه یا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، آیه مبارکه وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، آیه مبارکه ولقد عفى الله عنهم و آیات دیگری که و ده ها آیه دیگری که به وصف و اوصاف و جایگاه این
پروانگان و این نخستین مخاطبان وحی الهی را بیان می کند. حالا به طور خلاصه و فشرده ارتباط به فضائل صحابه از دیدگاه سنت نبوی صلی الله علیه و سلم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، رسول معظم اسلام، فرمودند بعد از من شما دچار اختلاف می شوید، فسیرا اختلافا کثیرا، شما اختلاف های زیادی را می بینید. هر کس به نام دین خلاصه طبل دین را سر می دهد. از هر حلقومی، از هر حنجره‌ای، هر آشنا و ناآشنایی، هر دوست و بیگانه‌ای، هر خلاصه انسانی که با روش‌های مختلف، سلیقه‌های مختلف، به خاطر نفع شخصی، به خاطر اغراض دنیوی، به خاطر مقام و چوکی، خلاصه می‌بینیم فریاد دین را سر میدن. به خاطر مادیات، به خاطر شهوترانی که امروزه می‌بینیم به نام دین چه حرف‌های پایین و بالا نمی شود. رسول معظم اسلام فرمودند که روزی می آید که فسیرا اختلافا کثیرا، شما اختلاف زیادی را می بینید، فرقه های زیادی را می بینید، گروه های زیادی را می بینید، همه دین و دین سرایی دارند. ولی فعلیکم بما عرفتم من سنتی و سنت خلفاء الراشدین المهدیین، شما را توصیه می کنم. رسول الله می فرمایند وقتی اختلافات را دیدید، فرقه ها و مذاهب گوناگون را دیدید، چه کار هست؟ فعلیکم، پس بر شماست، به او چیزی که شما می شناسید از سنت من و سنت خلفاء الراشدین. خلفاء الراشدین کیا هستند؟ انشاءالله یکا یک به نوبه خود تعریف و توصیف می شود که ما از آنها باید درس بگیریم، آنها را سرمشق زندگی خود، زندگی آنها را قرار بدیم. خلفاء الراشدین المهدیین، آنهایی که الله آنها را هدایت کرده. رسول الله می فرمایند عضوا علیها بالنواجذ، آنها را شما محکم بگیرید. در اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم یک تشبیه را به کار میبرند. اگر کسی چیزی را محکم با این دندانها بگیره، دندانهای اخیر با عنوان نواجذ شناخته میشه، که وقتی اگر شخص یک رسمان یک شیء را به دندانهای نواجذ گرفت، دیگر قطع شدن او و بالاخره گرفتن از او خیلی مشکله، خیلی محاله. رسول الله میفرمایند شما سنت مرا و سنت خلفاء الراشدین را چنین محکم بگیرید و علیکم بالطاعه، و بر شماست که اطاعت کنید. این جایگاه صحابه هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم به صراحت میگن سنتی و سنت خلفاء الراشدین المهدیین. در حدیث دیگر از ابی موسی اشعری رضی الله عنه روایت است که میفرماید نماز مغرب به همراه نبی اکرم صلی الله علیه و سلم خواندیم، بعداً در جای خود نشستیم و انتظار نماز عشا را داشتیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسان کردند که یا ابی موسی چرا نشسته هستید؟ گفتیم یا رسول الله نماز مغرب را در عقب شما خواندیم و نماز عشا را هم میخواهیم بخوانیم. میگه بعد متوجه شدیم که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم وقتی که بیرون شدن به طرف نماز عشا می آمدن، فرفع رأسه الى السماء، رسول الله سر به آسمان بلند کردن. و کان کثیرا ما یرفع رأسه الى السماء، تا لحظات زیاد سر رسول الله صلی الله علیه و سلم طرف آسمان بود، آسمان را نگاه می کردن. فقال، بعد گفتن فرمودن النجوم امانة للسماء، این ستاره ها نگهدارنده امانة للسماء، نگهدارنده آسمان هست. فاذا ذهبت النجوم
اتی السماء ما توعد، هنگامی که ستاره ها برود او چیزی که وعده داده شده سر آسمان می آید، یعنی چیزی از آسمان باقی نمی ماند. بعد فرمودن و انا امانة لاصحابی، من تکیهگاهی برای صحابه هستم، من یک امن و امنیتی برای صحابه هستم. فاذا ذهبت اتی اصحابی ما یوعدون، وقتی من بروم صحابه دیگه محروم میشن از وحی، دروازه وحی بند میشه، مسدود میشه. صحابه فقط کار و وظیفهشان هست که بالآخره به دعوت و به تبلیغ و به ارشاد و به اینها بپردازن. فاذا ذهبت اتی اصحابی ما یوعدون و اصحابی امانة، میفرمایند من تکیهگاه برای صحابه و صحابه تکیهگاه برای امت هستند. فاذا ذهب اصحابی اتی امتی ما یوعدون. الله اکبر. اگر این تکیهگاه از امت فاصله بگیره، امت هم به سمت و سوی روان میشه که ما یوعدون، و چیزی که وعده داده شده. اگر از صحابه دور بشیم، صحابه که صحابه شدن، زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم را، اقوال رسول الله، افعال رسول الله، تقاریر رسول الله را در زندگی خود علما و عملا تطبیق میدادن. باید سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و سنت صحابه در زندگی امت باشه. اگر در زندگی امت بود، عزت، سرفرازی، سربلندی، تعالی، ترقی در دنیا و آخرت نصیب امت میشه. اگر امت فاصله گرفت از سنت پیامبر و سنت خلفاء الراشدین و سنت صحابه، آیه اشاره کردیم که قرآن میفرماید و این تولوا فانما هم فی شقاق، بدبختی هست، ذلت هست، خاری هست. اینهایی که صحابه نمیشناسن، باور کنید خارن، ذلیلن. هنگامی که با اونها روبرو میشوید، چهره های اونها تغییر میکنه. و تا حتی میبینیم که اونهایی که لعن و طعن و نفرین به صحابه دارن، در اخیر عمر سبحان الله چهره اونها میگرده. پس این حدیث رسول معظم اسلام میفرمایند که تکیهگاه امت من صحابه. یعنی چی؟ یعنی روش صحابه، جایگاه صحابه. صحابه که برای امت سرمشقن، الگوین. صحابه که دین را به ما انتقال دادن. صحابه که این قرآن را به ما معرفی کردن. ما تفسیر قرآن را از زبان صحابه میفهمیم. احادیث گوهربار رسول معظم اسلام را ما از زبان صحابه میشنویم. پس در این حدیثی که ابو موسی روایت میکنه، خیلی حدیث مهمیه که تکیهگاه امت، عزت و تعالی و ترقی امت اصحاب جلیل القدر رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم هستند. در حدیث دیگر از حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه سوال شد. عبدالله ابن مسعود می فرمایند که از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال شد ای الناس خیر، کدام مردمان بهترن، کدام قرن بهترین قرن هست؟ رسول الله فرمودند قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بهترین قرنها قرن من است. بهترین قرنها قرن رسول الله صلی الله علیه و سلم و بهترین انسانها بعد از انبیاء علیهم السلام اصحاب جلیل القدر رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم هستند.
روایت دیگری از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است که پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تسبوا اصحابی، صحابه مرا دشنام ندهید، آنهایی که جان خود را فدای دین کردن، مال خود را فدای دین کردن، تمام زندگی خود را فدای دین کردن، اینها را دشنام ندهید. لا تسبوا اصحابی، صحابه مرا دشنام ندهید. و بعد می فرمایند فلو ان احدکم، اگر باشد یکی از شما، فلو ان احدکم، یکی از شما که انفق مثل احد ذهبا، طلا به مسقال حساب میشه، به گرام حساب میشه، ولی اگر کسی یک سر زیادتر، بالاخره اگر به اندازه برسیم تا به اندازه‌ای که در حدیث آمده، به اندازه احد، به اصطلاح اوزانهای امروزی، وزنهای امروزی که میگن کیلو و سر و من و خروار و تن و به اینها که هیچ کس طلا نداره که بگیم فلانی در راه الله چند تن طلا انفاق کرد. در این حدیث رسول الله میفرمایند اگر یکی از شما انفاق کنه به اندازه کوه احد از طلا که وزنی خداوند میفهمه، اگر همین قدر طلا در راه الله انفاق کنه، ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه. الله اکبر، الله اکبر. به اندازه این که صحابه یک کفه، یک به اندازه یک مد، یک کفه هست که عبارت از جو باشه، گندم باشه، عبارت از تمر باشه، خلاصه یک کفه ولا نصیفه، یک کم اندک باشه که در راه الله بده و یک شخص پیدا بشه به اندازه احد طلا در راه الله انفاق کنه، باز هم به اندازه اجر و پاداش یک کفه دست صحابه که در راه الله چیزی انفاق کرده باشه نمیرسه. این جایگاه صحابه هست، این ارزش صحابه هست. همینه که میگه کار پاکان را قیاس از خود مگیر. فکر نکن، کار پاکان را قیاس از خود مگیر، زان که باشد در نوشتن شیر. وقتی بنویسی شیر، یک شیر یک تو میخوری، یک شیر یک او تو را میخوره، فرق اینجاست. کار پاکان را قیاس از خود مگیر. فکر نکن صحابه شدن آسانه، به مقام صحابه رسیدن آسانه، به جایگاه و عظمت صحابه رسیدن. ارزش صحابه خیلی بالایه. این را فکر بکن، به اندازه کوه احد غیر صحابه صدقه بده و صحابه یک کفه، یک مد، یک کمتر از صاع در راه الله صدقه بده، و هم طلانی، هرچی که میخواه بده، شعیر، حنطیه، تمر، هرچی که هست، باز هم به او اندازه نمیرسه. این جایگاه صحابه، این عظمت صحابه. پس بناهن باید ما لحظه فکر کنیم که صحابه‌ای که اینقدر جان فدایی و جان نثاری و ایثار و از خودگذشتگی نشان دادن، لیاقت و شایستگی این مقام را داشتن که خداوند میدانست که در قلب صحابه چیست و با قلب اونها الله معامله کرد و این جایگاه را داد. انشاءالله بعد از یک میان برنامه ادامه بحث که احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ارتباط به شناخت صحابه انشاءالله بیان خواهد شد. وقل جاء الحق وزهق الباطل
إن الباطل كان زهوقا. و بگو حق آمد و باطل نابود شد، بیگمان باطل نابود شدنی است. وصال حق، اسلام ناب به دور از خرافات. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. و بگو حق آمد و باطل نابود شد، بیگمان باطل نابود شدنی است. وصال حق، اسلام ناب به دور از خرافات. سلام مجدد خدمت همه عزیزان و عاشقان اصحاب جلیل القدر رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم. موضوع الگوهای هدایت، فضائل الگوهای هدایت از دیدگاه سنت نبوی صلی الله علیه و سلم بود. صحابه گفتیم که چگونه جایگاه و چگونه مقام و منزلت دارن. مقام و منزلت صحابه چنین هست که در راه الله سبحانه و تعالی یک کفه انفاق کنن از تمر و از حنطه و از شعیر و از اینها، و غیر صحابه با اندازه احد طلا صدقه کنن و انفاق کنن، باز هم به اجر و پاداش صحابه نمیرسن. ذلك فضل الله یؤتیه من یشاء. این فضل الله هست که الله برای صحابه داده، برای اونها عطا کرده. حدیث دیگر که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم می فرمایند تفترق امتی على 73 مله. می فرمایند امت من به 73 فرقه میرسه. امروزه میبینیم چقدر ادعای حق میکنن، چقدر انسانهای به صحابه توهین میکنن، باز میگن که بندگان مخلص الله مانیم. نعوذ بالله من ذلك. ارتباط به صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ذوالنورین زبان درازی میکنن، به ازواج مطهرات زبان درازی میکنن، باز میگن که انسانهای شایسته، انسانهایی که در راه حق روانه ما هستیم. انسانهایی که میبینیم که به اوج خرافات و بدعات و شرکیات غرقن، غرق خرافات، غرق شرکیات، غرق بالآخره به لجنزارها رفتن، باز هم میگن که گروه ناجیه و به حق ما هستیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن امت من میآیه که 73 فرقه میشه، 73 مله تبدیل به 73 ملت میشه، گروه میشه، فرقه میشه. كلهم في النار الا ملت واحده. همه اینها در نار هستن، همه اینها در نارن، در جهنمن، مگر یک ملت، مگر یک فرقه. این فرقه کیست؟ صحابه سوال میکنن یا رسول الله اینها کیا هستن؟ چگونه نشانی دارن؟ نشانی اینها چیست؟ اوصاف اونها چیست؟ اینهایی که گروه ناجی و نجات یافته شده هستن و از آتش جهنم هم نجات پیدا کردن، اینها کیا هستن؟ رسول الله چی فرمودن؟ ادامه حدیث امت 73 گروه میشه، 72 گروه، كلهم في النار الا ملت واحده. این ملت واحده که نجات یافته کی هست؟ کیا هستن؟ میفرمایند ما انا علیه و اصحابی. الله اکبر. آنهایی که به سنت من، بر روش من
و روش صحابه من راه میرن و عمل میکنن. از این حدیث میدانیم که بدون روش صحابه راه نیست. هر انسانی که صحابه نمیشناسد و ارزش به صحابه قائل نیست و صحابه برایش اسوه و الگو نیست و ابوبکر و عمر و عثمان و علی و سعد و سعید و طلحه و زبیر و سایر صحابه رضوان الله علیهم اجمعین اگر به عدالت صحابه، به ایمان صحابه، به شجاعت و شهامت و غیرت و اخلاص و وفاداری که صحابه به اسلام داشتن اگر قائل نیست، همینه که میگن ترسم که به کعبه نرسی ای اعرابی، که این راه که تو میروی به ترکستان است. گریه نکن، فریاد نزن. صحابه قبول نداری؟ گریه نکن. این گریه و ناله و زدن و همه اینها، شب نشینی و فریاد زدن و اینها به درد تو نمیخوره. ترسم که به کعبه نرسی ای عربی، که این راه که تو میروی به ترکستان هست، اشتباه هست. فین آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، بر راه صحابه رفتی هدایت شدی. این تولوا فانما هم فی شقاق، در شقاوتی. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند کلهم فی النار الا ملت واحده. پرسان شد که اینها امین ملت واحده کیست؟ ما انا علیه و اصحابی. الله اکبر. خوشا به حال تو کسی که صحابه را برای خود اسوه و الگو قرار دادی. خوشا به حال تو کسی که با وسیله صحابه دین را شناختی و با پروردگار عالم معرفت حاصل کردی. هر کس صحابه را نشناسه و ارزش به صحابه قائل نباشه خدا را نشناخته. چون صحابه هست که از طریق پیامبر خداوند این دین و این قرآن را به وسیله جبرائیل امین میاره تسلیم به محمد رسول الله. محمد رسول الله این را تسلیم به صحابه کردن و صحابه به ما دادن. از طریق صحابه. اگر این قرآن را از طریق صحابه قبول نکنی وضعیتت خیلی خرابه. من با عنوان ادای مسئولیت، خدای نخواسته، من با هیچ کس کینه و بغض و عداوت و دشمنی ندارم، ولی دوست دارم که او عزیزی که تا به حال به وسیله آن علمای گمراه کننده که امت را گمراه کردن، به وسیله خمس و به وسیله متعه و به وسیله امام زمان و به وسیله اینها ملت مظلوم را به سوی گمراهی کشاندن، من میخواهم خواهر و برادر تو و فکرت و عقلت لحظه بنشین و فکر بکن که دینی که بدون صحابه باشه، احادیثی که بدون صحابه باشه، روشی که بدون صحابه باشه، این چگونه دینی است، چگونه روش است، چگونه کتاب است. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که ملت ناجیه و نجات یافته که راه من و صحابه مرا تعقیب کنه. در حدیث دیگر رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند الله الله فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی. لا تتخذوهم، نگیرید ایشان را به آماج بعد از من، اونها را دشنام ندهید، به اونها انتقاد نکنید. چقدر اهل سنت و جماعت واقعا چی عقیده زیبایی. صحابه معصوم نبودن. صحابه اگر بگیم هیچ اشتباه نکردن، حرف ما اشتباه است. صحابه معصوم نبودن، صحابه اشتباه کردن، صحابه لغزش کردن، صحابه دوچار خطا شدن،
خداوند اونها را بخشید. الله سبحانه و تعالی از اونها اظهار رضایت کرد. ولی رسول الله میفرمایند شما حق ندارید که ارتباط به حضرت علی کرم الله وجهه و حضرت معاویه شما سخن بگویید که این تایید بود، این رد بود، نعوذ بالله من ذلک. یکی گمراه بود، یکی به حق بود. هر دو صحابه بودن. به شأن حضرت علی و حضرت معاویه آمده رضی الله عنهم و رضوا عنه. خدا از هر دو اظهار رضایت کرده. ولی ما میدانیم صحابه مقام های، صحابه بدر تا صحابه احد، صحابه بیعت الرضوان تا صحابه عشره مبشره، خب مقام و منزلت همه صحابه برابر نیست. خداوند از همه اظهار رضایت کرده، ولی بعضی مقام بالاتری دارن نسبت به بعضی دیگر. صحابه‌ای که قبل از فتح مکه مسلمان شدن، صحابه‌ای که بعد از فتح مکه مسلمان شدن، خب مقام قبل از فتح مکه مقامشان بالاتر بود. نسبت به حضرت معاویه و حضرت علی چیز واضح و مسلم است که مقام حضرت علی کرم الله وجهه نسبت به مقام حضرت معاویه رضی الله عنه بالاتر هست. اختلافی که بینشان صورت گرفت چیز واضح و مسلم است که ما میگیم که اگر حرف پایین و بالا شده بود مسئله اجتهادی بود، حضرت علی کرم الله وجهه به حق بودن، حضرت معاویه اجتهاد کردن، در اجتهادشان خطا بود، خطا رفتن. این اهل سنت و جماعت به صراحت میگه. ولی حضرت علی 2 اجر میگیرن، حضرت معاویه در اجتهادی که کردن از خداوند 1 اجر میگیرن. خداوند از حضرت معاویه هم راضی هست، از حضرت علی کرم الله وجهه راضی است. پس بناءً رسول معظم اسلام میفرمایند الله الله فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی. شما صحابه مرا بعد از من به آماج قرار ندهید، شروع نکنید به عیب گفتن، به طعن زدن. میفرمایند فمن احبهم فبحبی احبهم. کسی که دوست بگیرد ایشان را، دوست گرفته مرا و دوست میگیرم ایشان را. و من ابغضهم، کسی که با صحابه بغض کنه فببغضی، با من محمد بغض کرده. ابغضهم، من با ایشان هم بغض میکنم. ادامه حدیث میاره و من آذاهم فقد آذانی، کسی که صحابه مرا اذیت کنه مرا اذیت کرده، من محمد را اذیت کرده. و من آذانی فقد آذى الله، کسی که رسول الله را اذیت کنه الله سبحانه و تعالی را نعوذ بالله من ذلک خلاصه بی احترامی کرده و مورد آزار قرار داده. پس به این از سروران عزیز و بزرگوار این جایگاه صحابه هست از دیدگاه احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم که چقدر رسول الله تاکید میکنن الله الله فی اصحابی. این تاکید هست. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی همه ما را عاشق واقعی صحابه بگردانه. الله برای ما توفیق بده که راه صحابه را تعقیب کنیم. انشاءالله به برنامه‌های آینده صحابه معرفی میشن، کارهای صحابه، اعمال صحابه، برنامه‌های صحابه که دارای چی جایگاهی بودن. انشاءالله یکایک اگر نتوانیم همه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم را معرفی کنیم، میگه اگر نتوانم خلاصه کل آب را بگیرم به اندازه تشنگی باید چشید. اگر کل آب را نتوان کشید به اندازه تشنگی باید چشید. قطره و شمه که از آن لطف الهی که الله سبحانه و تعالی به دسترس ما گذاشته که این وصال حق که همیشه حق گفته و حق میگوید و زمانی که حق آمد باطل کنار می رود. الله این نعمت عظیم را برای ما ارزانی کرده. از این طریق بتوانیم آن سربازان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، آن فارغ التحصیلان مدرسه رسول الله صلی الله علیه و سلم، آن کسانی که الله از اونها دفاع میکنه. خیلی مهمه. الله دفاع میکنه، رسول الله صلی الله علیه و سلم دفاع میکنه. ما چی هستیم که از صحابه بگوییم؟ به عنوان یک ناقل از قرآن و حدیث گرفته
خدمت شما بیان میکنیم تا برای ما الله توفیق بده که وقتی آنچه میشنویم صحابه برای خود سرمشق و الگوه قرار بدیم. خداوند جل جلاله به ما توفیق بده که انشاءالله به برنامه‌های بعدی صحابه، خلفای راشدین، عشره مبشره و تا اندازه‌ای که در توان بود صحابه را معرفی کردن و شناخت صحابه تنها به معرفی اکتفا نشه. هر صحابه‌ای که اوصافش را میشنویم باید در زندگی خود او اوصاف را تطبیق بدیم و جامعه عمل بپوشیم. الله برای من گوینده و برای شما عزیزان بیننده و شنونده توفیق عمل عنایت بفرماید. الله سبحانه و تعالی به اعمال صالحی که آن بزرگان انجام دادن و به محبتی که من و تو به صحابه داریم که محبت یکی از اعمال صالح است، الله سبحانه و تعالی ما را از جمله محبان واقعی اصحاب جلیل القدر رسول معظم اسلام بگرداند. تا برنامه بعدی و دیدار بعدی شما را به خالق یکتا می سپارم. موفق و سرفراز و سربلند دنیا و آخرت باشید. در هر گوشه از دنیا قرار دارید عاشق صحابه و در جستجوی اعمال صحابه باشید. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي